چرا ناراحت؟ درود بچه‌ها چطوری؟ چرا انگار چیز من معظم در آوردی؟ آره نه درود بر شما میگم. نه اون که با انرژی می‌خواستی. درود بچه‌ها. نه همونجوری داد بزن درود اینجوری بگیم. آره این یوتیوب راز فکر موفق. کنم 10 سال پیشه تقریبا. نه هنوزم همینه. الان کلی اومد رو بیومون. عجیبه آخه یوتیوب خیلی دو تا جلوت باشه. آره درود بر شما خیلی خوش اومد. ما صدامو اینجوری می‌کنم بابا دیگه ذره با کلاس. این موفق نیست دیگه. آره موفق داد می‌زدی نیست. هم بعد داد بزنی. آره، تو از اون ور سکسی ترین حالت سکسی صدا داد بزنم. درود بچه‌ها چطورید؟ این خوش الان کی اومدید. بود؟ نه ویو زیاد. نه بم ویو زیاد. رضا دوست دختر زنگ بزنی. درود بچه‌ها. یه دونه ویدیو چند روز پیش دیدم از این بنده خدایی بود نشسته بود خیلی صادقانه و راحت نشسته بود داشت گیم می‌زد. اصلا یادم نیست چه گیمی داشت می‌زد. بعد یکی نوشته بود که میدونم کیو داره میگی، یه شاتاتی هم بهش بدیم. بازی باز الان اگه کانال اشتباه گفته باشم یه آقایی که سیبیل داره و به شدت آروم صحبت میکنه. آره منم اونو دیدم بذار پیداش کنم. کانال یوتیوب خیلی باحاله، چرا ویورت کمه؟ یکی میگه شما لطف داری که میگی باحاله، دو اینکه بلد نیستم داد بزنم بگم سلام بچه خوش اومدید به ویدیوی دیگه، میمونم میگم سلام خوش اومدید به چنل ما. داد باد بلد نیستم بدم، هیجان بدم. شما بگید. مود محسنه واقعا. ببین نه اون دیگه بنده خدا اون 20 لول از من پایین‌تر بود اون چیزش، ولی خیلی قشنگ نشسته بودش بازی می‌کرد و اینا اینجوری بودن که چرا مثلا انقدر بی انرژی، چرا ویوات پایین و فلان اینو. گفت به خاطر اینکه بلد نبودم داد بزنم بگم فلان شد 20 سال یادم نیست دقیقاً چی گفت، ولی خیلی اون تیکاشو کلیپ کرده بودن خیلی هم درست بود. من خودم اینجوری با آرامش صحبت کنید جذاب‌تره دیگه، حس من بهتری. اصلا اینجوری نیستم. با آرامش صحبت کن. الان با صدای رضا قرار شد تو فرض کن میخوای یه وایس بدی و به بچه‌ها سلام کنی. دختر فکر کن دختره. نه چیز سعی منم باید فکر کنم دختره. آره سلام بچه‌ها چطورید؟ خوبید؟ در همین کلوف سر. آدم دلش میسوزه. آره ناراحت شده. ناراحت آره میشه، غمگین. من از این حرف میزنم میکرو. رضا چی گفته بود؟ هنوز سینک نیستی، من یکم لگ دارم. برو. رضا چی گفته بود؟ نه هیچی. رضا چی گفته بود؟ نه هیچی. پیامش خارج از ضبط بود. قرار نگم چی گفته. مرسی که مرسی نه. آره مرسی. خواب ساحل تو درود بر شما خیلی خوش اومدین به بم دیگه. بم من اینه عزیزم. بم من اینه. بم من اینه. بم تر از این من. یه بار دیگه بگو. درود بر شما خیلی خوش اومدین به این قسمت لوکوموتیو. فکر کن میخوای به یه دختری پیام. ساحل اینجوری نشنیدی. منم همینطور. آروم صحبت کن. ساحل آروم هست. نمیخواد اینجوری صحبت کنه. قشنگی میشد. اصلا اگر اینجوری نمیدونم یعنی اونجوری صحبت کنم. کات کن. اینجوری یه کاریش بکن نمیدونم. همین تو سلام. چقدر بد به تو نظر با همون میرسه. صدایی که آره من با صدای دیجی داکس باید آره. صحبت کنم دیگه. آره آره سلام به همه شما. امروز اومدیم با هم دیگه یه لوکوموتیو دیگه ببینیم. این رضاه مثلا. این نه، چیزیه که من از تو دستم برمیاد. قابلیتات بیشتره. نه، برو. صدای من مثل بهتره رضا تو رو نمیشه. شنیدم. برو. امروز قراره با هم دیگه یه لوکوموتیو دیگه ببینیم. بیایید با هم دیگه سوار این لوکوموتیو شید که داره حرکت میکنه. همین تمومش استعاره از چیزی بود. نمیدونم اصلا سوار نمیدونم. لوکوموتیو. ولی سینا ترانزیشنش فوق العاده است. سینا دوبلوری صداش کاملا. برو. سلام خوشگله. حالت چطوره؟ مخاطب ویدیو رو بست. ببین رضا که اینجوری سلام من نمیدونم الان چرا اصلا اینجوری شدم. سینا سرم درد میگرنم دوباره زد بالا. من میرم یه 2-3 ساعت میخوابم. شما همه کارا رو بکنید من 2-3 ساعت نوشابه خوردم بخوابم. صداش عوض میشه. آره یه غذای چرب گوش کن. خوردم. غذای چرب خورد. سینا میتونی کل کارای امروز انجام بدی؟ همه کارهای منو بکن. خیلی حال ندارم. اگه اوکی البته. اگه اوکی نیستی که من واقعا ازت ناراحت میشم. خیلی دقیق بود. فکر کن دیر اومدیم. مثلا من به دارم میگم بابا رضا اندیان نه اوکی. من think میکنم که اوکی. البته این مریم دوست ساحله. نه فکر کن مثلا من واسه خودم قهوه سفارش دادم. سناریوی واقعی امروز من برای خودم قهوه سفارش دادم اومده و تو دیر اومدی 1 ساعت دیر اومدی و اومدی قهوه منم خوردی.
بچه من خیلی عذرخواهی میکنم، خیلی ترافیک بود، اصلا همین درگیر امروز. ترافیک بودم دیگه. دیدم اونجا یه کارامل ماکیاتو از خوردم. حال بذار خودم هم بگم دیگه. سلام خوشگله، حالت چطوره؟ امیدوارم که دوران خوبی رو در حال سپری کردن داشته باشی و از پس تمام این روزهای سخت بر بیای. صداش خوبه، املاش بد. آره ساعت 9 شبه، من چه املایی باید داشته بچه اگه این یارو ورژن میاد سینا رو فازو دوست داری بگیره. چنلش آره چنلش همینه. اصلا تو چنلم دارم تازه کامنت میگیرم اینجوریه که اون 4 سال تو ویژیلندو میکروفون خراب بوده که تو مثلا صداتو تازه داری میشنوی. بچه شاید منم رو چنل خودم صدام درست باشه، کی یک سال می‌دونه؟ داری فعالیت میکنی. من تو دومم مخاطب فهمیدن، تو یک سال داری فعالیت میکنی. نه با سینا یکم خراب کرد. سینا فرض کن میخوای یه وایس اوور الان ضبط کنی، مثلا یه داستانیه، اون صدای چیزی نه، یکم هنوز رضا توش بود. آره. آره. بریز بیرون. پف کن. اگه رضا باشه. چقدر دیگه صبر کنیم. وایسا. بذار بیا. در زمانی که یورو 2016 برای اولین بار تیم ولز راه بهش پیدا وایسا، اصلا جمله من داره، یه لحظه وایسا. اب نداره. همون کافی بود، ما میدونیم فارسیت ضعیفه ها، ولی ما صدا تو میخوایم. اون لورم اپیسیوم هستش، پیش فرض کارای گرافیکیه، اونو تو باید بخونی. دقیقا اونو. وقتی برای اولین بار در سال 2016 تیم ملی ولز به یورو راه پیدا کرد، گرت بیل اسطوره اون زمان تیم رئال مادرید امید زیادی رو برای این تیم به وجود آورد. اونا تو بازی اول موفق شدن از صد روسیه 3-0 بگذرن. در بازی دوم با این حال که از انگلیس جلو افتادن، اما انگلیس موفق شد 2-1 بازی رو ببره و اونجا اوج درگیری تیم انگلیس با ولز بود. خیلی خوب. آره واقعا سینا خوبه، قشنگ واقعا. گیفه هستش که سشوار گرفته گرم کردم اخیرا. این Are you winning son اونو برای چیز دارم، ریلز آخر سلام داری برنده میشی و اینو برای اون بر در آورده. این صدا اون دوبلور چیز هست، این اخیرا سرطان گرفته بود کی بود؟ آقا جرمی کلارکسون. دوبلورش دوبلور نیستا. دوبلور جرمی کلارکسون توی زبان فارسی. خود دوبلورش این مکلارن به نظر من خیلی جالب نمیاد، اما اگه بتونیم اینو عوض بکنیم خیلی جالب تر میشه. من ندیدم. وقتی برای اولین بار سوار پراید میشی احساس میکنی یوبوست گرفتی، ولی خب پراید شما شاپور برند شاپور و اینا شاپور پراید نیست. ما رو زدی دیگه آقا شاپور سینا. پراید نیست. من بابام شاپور پیکان شاپوره. داره. شاپور نوبت محسن. حالا چیکار کنم؟ صدای چرا یهو چیپ شدی؟ یه سری از یوتیوبرها رو محسن خوب در میاد. آره. اگه جرأتش رو داشته ولی باشی نه بگو کی. نکن نه بیا در نکن. گوشم نه. نه نه نه. نه 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 خب معلوم بود محسن نکن محسن خیلی خوب ازشو در میاره، ولی نه خودت برو، خودت اول برو. صدای رضا تو برو اول. اول رضا. رضا رو اکتاشو جلو آینه خوب در میاره. اکتاشو آره. جلو آینه. رضا جلو. فیت چک. بعد چیز میکنه، بعد گوشی شده. گوشی هم معمولا یو از این زاویه خیلی مثلا احساس میکنه قدش بلند میشه، اینجوری بگیره. چرا انقدر داری دیس رضا رو وقتی نیست رضا میدین؟ فیس کارتش خیلی غیبت قویه. زشت غیبت دوستاتون رو نکنین بچه ها، اصلا غیبت دوست کردن کار درستی نیست. رضا موقعی که داره وایس میده مثلا چیزه دختر خوب کی میای امشب حالا نمیشه تصور کنم. رضا میگه دختر خودتو برو. آره الان رضا تو برو. خودمو برم. دختر خوب کی میای امشب. نه صدا تو کلوف کن. صدای کلفت درود بر شما، خیلی خوش اومدین به این اپیزود از پادکست لوکو. باشه دیگه صدای خودمه دیگه. تو صدای عادیت الان بمتر از اینه که آخه من واقعا نمیدونم چقدر باید کلفتش کنم. صدایی که مد نظر من داره نمیگه. آره اون صدایی که همیشه داره رو. آره نمیدونم چرا. این صدایی که قربونت برم داداش خیلی مخلصی. اینو میگی؟ کدوم میگی؟ این کلوف نیست. کلوفترین صدا. صدای اصلیشو یادش رفت. آره صداشو واقعا یادش گم رفت. کردی. آره واقعا صدا خیلی کار سختیه ها. صداتو گم کنی. این اینی که از اینجا میاد. آره از اینجا دیافت میاد. درود بر شما، خیلی خوش اومدین به اولین قسمت از
برنامه جدیدمون. البته این صداشو گم کرد. صداتو گم کرد. آره، صداشو صدا گم از تو کرد. سینه می اومد. خیلی عجیبه. فکرم شد اینجوری نشستمه، یعنی آره. دیافراگمم یه ذره اینجوری کج شده شده، الان. آره نمی‌تونم. نمیتونم. بچه شما هم تو خونه صدای رضا رو من چه در بیارید. صدایی دارم؟ من چه صدای دیگه والا داشتم هیچی دیگه ما که اصلا یادم نمیاد. میتونم وایسای اول صبحتو پلی کنم ببینم صدا چجوریه. آها. رضا رو مسخره کردیم، کارماشو محسن داره پس واقعا میده. آره. سرم آخه نه ببین افرادی کارماشو من که قراره پس بدم میتونن این چی؟ صداشون رو ذره تغییر بدن وقتی تلاش میکنن برن رو صدای دیگه، این کارو دوبلورا پرفکت انجام میدن. اینکه تو یادت بمونه هیچ. صدایی که تقلید کردی رو چه جوری تقلید کردی در و سویچ لحظه کنی انجامش هیچ خیلی کار سختیه. آره. یعنی الان به من بگی ادای مثلا فلان چیزو در بیار 2 بار 3 بار حتی 10 بار دقیقاً. باید تمرین کنم تا برسم به مثلا اون. خواستم همین به خاطر نکته همین رو الان بگم. چند بار چیز کرد دیگه نمیتونه برگرده. این کاری که سینا انجام میده صداشو انقدر میتونه تغییر بده مثلا خیلی کار سختیه و آره. هر آدمی مثلا میتونه صداهای مختلفی از خودش در بیاره. نکتهش اینه که مثلا بتونی صداها رو پیدا کنی. من آره، کلا آره، خیلی پیدا ایمپرسونیت خیلی خوب میتونم انجام بدم. صدای آدما رو خیلی خوب میتونم آره، عین محسن خودش خیلی نه. خوب ولی الان می‌تونه. یادم رفته. آره واقعا. الان کلا یعنی حتی اون بنده خدایم که الان گفتی الان یادم رفت چجوری بعد انجامش میدادم. من واقعا کار لهجه سختیه. اینجوریم، واقعا میرم کار تو سختیه. لهجه دیگه نمیتونم برگردم. فارسی حرف زدن یادم یهو قفل میشی توی اون. یهو قفل میشم میرم تو یهو- مشهدی. سه‌هاش میگیره. آره یهو. یهو اصلا خیلی عجیب. بعد سینا الان حالا این صدا رو در میاره به چهرهش میخوره. یه زمانی 18 سالش بود مثلا 4 سال آره پیش وای پیش ما بود با موهای مثلا. نارنجی. آره مثلا سینا رو میدیدی بعد یهو حرف میزد، بعد اینجوری بود که این صدا اصلا به این چهره نمیخوره. الان باز فیکسر شده این سیبیل قضیه. گذاشته سینا بزرگ شد واقعا. سربازیش آره. دیگه. قربونت باشه. واقعا سربازی سربازی. واقعا 2 سال قبل سربازی چهرهشو- شما بود. نه میگم توی حین سربازی سربازی هاشن واقعا. نه تهران سیبیل کرد. گذاشت. الان سیبیلاشو بزنه همونم. واقعا. یه بار یادت وسط سربازی زده بودی؟ آره. وای آره منم با یادمه. تیغ مو هم نداشتی. با تیغ زدم، موهام هم کم بود، آره. سرمه هم کشیده بودم. بچه واقعا شده. خیلی- اصلا این داشتیم مثلا بچه با 13 محسن داشتیم 14 ویدیوهای سالشه. مثلا 2 سال پیش رو میدیدیم کلا هممون یه سری آدم دیگه ایم جز امین. امین همونه. دقیقه حتی لباساش هم سینا دقیقا قشنگ همون انگار بود. داداششه، من انگار مثلا خواهرم. جدی همین کفش پاش بود. به خدا همین نه، اینو کفش. تازه من اینو خریده. پارسال آره، گرفتم اینو دیگه. تازه خریده. ایده پارسال بود دیدیم. خب نه پیارسال 2 سال پیارسال اصلا بود. کفشش من به نسبت پارسال عوض نشدم. چی به کفش نسبت شبیه پارسال همین عوض بود. شده؟ خیلی من واقعا خیلی منم مام خیلی بیشتر عوض شدم. ریخته. من یه عکس از محسن دارم تو 60 سالشه. کدومو میگی؟ من اونو گذاشتم تولد توی تلگرام میذارم. منتظر تولد محسن توی تلگرام باشید، یک ماه جوین دیگه، بشید. کمتر از یک ماه دیگه. ما چون رسممون اینه وقتی به تولد یه نفر میرسیم بدترین عکسایی که ازش داریم رو پست میکنیم. من آره. واسه شما این کارو نکردم. مطمئنی؟ هنوز بیا نکردم. برید ببینید چیزی که محسن از عکسایی که بعد یه عکسی سینا برای من از من فرستاده، دماغم توش 5 ضلعیه. خب بعد اون که این شکلی شد ما یه ریل گرفتیم که توش همدیگه رو کتک میزنیم آره. وقتی برقا میره. خیلی بود. شد ما هم دیگه رو کتک می‌زدیم. بعد وسط اون تاریکی من نمیدونم چی خورد پس کلم که من با دما خوردم تو زانوی خودم. بعد ریله رو گرفتیم تموم شد. من اومدم پایین تو حیاط بودیم گفتم بچا دماغ من یکم باد کرد. یو سینا نگاه که گفت بغل ببینم امین چقدر زشت شدی بذار اینو عکس بگیرم. بعد من اون عکس تو تلگرام دیدم و اینجوری بودم راست میگفت سینا چقدر بده. خیلی عکسی که من از تولد وحید استوری کرده بودم عکس منو کوچه. یعنی ما آره. در این حد باسن آره بر این باوریم که بدترین عکس رو باید استوری کنیم. عکس خوبی بود. به نظرم جز بهترین عکس بود. حالا همین که رضایت جزئیات مشتری. صورتت معلوم نبوده. من فیس کارتی ندارم مثل رضا. خیلی ناراحتم تولدم در بازی بود که ما با کامیونیتی ارتباط نداشتیم. آره خیلی حسودیم شد به شماها. میشه به شماها. بسوس. تابستونی نیستی دیگه. تابستون خوبه واقعا. تابستون به نظر من بهترین من فصله. نمیدونم مثلا تو این ویدیو چیکار می‌کنه. آره همینو میخواستم بگم اون حرفاشو راجع به تابستون توی یک ویدیو 15 دقیقه‌ای زده. تابستون در مورد بهترین فصله. گرما گفته، در مورد در مورد تابستون تابستون نگفته. گفته دیگه. اگر پاییز هم هوا گرم باشه دلیل نمیشه تو از پاییز بدت بیاد، تو از گرما داره بدت میاد. مهمترین مؤلفه تابستون دقیقاً. چیه؟ تعطیلات. میوه وای سرسبزی. وای آره، بهترین میوه ها رو مال واقعا بهترین میوه مال تابستونه. با فاصله بهترین میوه مال اصلا تابستونه. فکرشو نمی‌کردم انقدر سریزایش. الان تایمینگ قبول داری؟ عوض شده. یعنی ما الان داریم ما در واقع ما پری یک شد. هفته زودتر داریم ضبط میکنیم هفته این دیگه اپیزودی چون که دارید تعطیل همه میبینید جا. رو. آره مثلا شنبه، یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه که شنبه. تهران تعطیله ما الان هفته قبلش داریم اینو ضبط میکنیم و در واقع سه شنبه هفته قبل ما یک جلسه‌ای بودیم با محسن که فکر میکنم محسن داشت لذت دنیا رو میبرد. چرا؟ بله. یه دیس انقدی
واسمون میوه آوردن. بله بعد یه جلسه ای بود که یه ذره مثلا فضا این و این داستان داره که میگه بله ویدیو مسیجشو میفرستم مثلا ببینید. یه اتفاقی در گذشته افتاده بود که این بندگان خدا این جلسه رو تقریبا یه جوری گذاشته بودن که دلجویی طور باشه و اینا که حالا در ادامه باز با هم دیگه بیشتر کار براتون کنن. میوه آوردن. آره خیلی بهمون رسیدم واقعا دمشون گرم. میوه آوردن نمیدونم مثلا کلی شیرینی و اینا گذاشته بودن 3 ست چایی آوردن برامون هی میدونی مثل کی هست این بچه‌هایی که میرن مهمونی مامانش مثلا میگه من تا حالا موز نخوردم مامانش میگه تو خونه موز خوردی. محسن الان همینه. بعد ببین من اصلا این جلسه رو اینجوری بودم که خب کلی حرف و اینا باید بزنیم چیز سینه میوه ها و اینا که اومده بود. بعد بنده خدا یکیشون نشست و امینو تازه مثلا دیده بودن و اینا قبلا امینو فکرم ندیده بودن توی جلسه یک نفر ندیده بود. من قابل مرغون داشتم. بنده خدا اینجوری بود که من امینو خیلی دوست دارم و اینا گفتم امینو خیلی دوست داری پس من یه موز میخورم مثلا حالا که امینو بیشتر دوست داری من یه موز میخورم. رفتم تو این قضیه اینا شروع کردم با هم صحبت کردن و همینجوری هی داشت صحبت‌ها میرفت و اینا دیگه اینا خیلی اصرار کردن که بمونید حالا مثلا ترافیک و کجا برید و فلان و اینا. گفتیم پس چاره‌ای نیستی ما باید این میوه رو بخوریم دیگه. گفت آقا بخوریم آقا همه با هم نشستیم فقط داشتیم نیم ساعت میوه میخوردیم و اون وسط یه جا بنده خدا خب بچه‌ای که ما رو میبینن قطعا این ویدیو رو هم میبینن گفتش که برای وحید هم پس یه ویدیو بگیرین بفرستین در وحید خیلی خوردنی دوست داره. بعد یه دونه ویدیو مسیج واسه وحید هم گرفتیم گریه کن واقعا اگر اینساید اوت داشتیم وحید مظلومیت بود. مظلومیت دوست من چی بودم؟ تو شادی شادی خیلی زیاد. من چی بودم؟ تو منطق. آره منطق. محسن؟ نه محسن اون ساید چیزه خودتو کنترل. محسن اون قرمزه بود. خش؟ نه خش ترکیب اون بودی. محسن خیلی چیزه مثلا اون شاید ساید بلدش داری یادم نمیاد. نه خیلی چیز میخوام به زئوس تایپ اشاره بکنم. یعنی مثلا اینکه دنبال مثلا کارهای بزرگ کردن قدرت داشتن و مثلا اینا تو کاراکترش هست. داره لیدرشپ به احساس نمیشه نسبتش داد. نه شاید هم بشه. خودت چی خودت کاراکتر خودش فکر کنم غم میشد. سینا احساس یا غم؟ سدنس بود دیگه. نه سدنس هم نه نارنجی اونی که استرس داشت کیو آره اون می‌خواستن اون حالی در دیوار بود. آره بعد در نهایت دیگه آره رضا سدنس بود ولی رضا سدنس دپرشن. رضا خودشو بغل می‌کرد. ببین توی این بازی زمانی 3-4 روز اخیر که حالا رضا هم اکتیو تر شده داره شب رایت هی میگیره چند نفر هی به من پیام دادن که داداش ما نمیخواستیم خودکشی کنیم این چیه دیدیم الان دلم. بعد ویدیوش غمگین هم نیست مثلا موضوعش دیگه مثلا خودش هم شادتر بود. یکی کی بود خدا یادم نیست یکی بچه بود اینجوری که داداش مثلا نمی‌دونستم اوورثینکینگ چیه الان دارم اوورثینک میکنم بعد از اینکه ویدیو رضا رو دیدم. جدید تازه آشنا شدم. یه سری افراد رو داریم آقای نمیدونم اسمش چیه به ترکی چیز میکنه سعی میکنه مشاوره بده. اینجوری که داداش تو وقتی اسمشو گذاشتی اوورثینک معلومه هی انجامش میدی. تو اسمشو بذار پخیه مخ یعنی گو خوردم. تو اسمشو بذار پخیه مخ ببینم دیگه انجامش میدی و خیلی بامزه. یه دونه بدل جانی دپ ترکه توی اینستاگرام. عالیه واقعا هم یه نکته درستیه وقتی با یه چیزی خیلی حال کنی هی فازشو میگیری. اوورثینک. آره یعنی مثلا اینجوری که چقدر من آدم عمیقی ام که مثلا اوورثینک میکنم. حالا اسمش نوشخوار ذهنی مثلا. نوشخوار ذهنی. داداش نوشخوار نکن دیگه. نوشخوارم ادبی با کلاس هم پخیه مخ خوبه واقعا. نوشخوار خب واسه آره خیلی قشنگ نیست مثلا این داره از سو معده‌اش چیزی میاد بالا میجوی دوباره میره پایین. اینه آره منم دوست دارم. ما چون ادبیاتمون ضعیفه نوشخوار یک کلمه اون خیلی ادبی. نوشخوار رو نمیدونستی؟ نوشخوارو پس از من میگفتم مثلا چرا داری نوشخوار میکنی مثلا انقدر نوشخوار نکن. نمیدونستم خود نوشخوار چیه فقط میدونستم مثلا نوشخوار میکنم. این نشون میده همنشینی با ساحل هیچ کمکی به شما نکرده چون به خودش هم هیچ کمکی نکرده. کردن ساحل رو دیدی؟ سلام خوبی این ویدیو به نظر بده اسپیس علامت سوال تعجب یهو یه ایموجی مثلا مبل اینجوری که خب تو راخ دار میاید نون بخرز مثلا اینجوری که میزنم نمیدونم چرا درست تایپ کنه. خیلی سوال خوبیه.
یه بار آخه اصلا یه بار- این ناخونای بلندم نداری که قابلیتش داری پس خوب تایپ کنی ولی نمیدونم نمیخوای. سریعم. آها سریع بعد منظورش هم درست نمیرسه. مثلا چند شب پیش بود اومده بود یه چیز رو برای من فوروارد کرد، یه سوالی پرسید. من اینجوری بودم که ها دوباره نوشت. من اینجوری بودم که چی داری میگی سایل، با کی کار داری؟ بعد دوباره وایس داد همونو خون. گفتم آها خب. ولی واقعا صحبت کردن در رابطه با تابستون خیلی عجیبه، چون امسال اصلا حالا اگه تعطیلات رو بخوایم مبدأ صحبت کردن در رابطه با تابستون بذاریم، امسال که کلش تعطیل بود. آره از تعطیلات دیگه آخه بحث پارسال هم که تعطیل بود. ایران یک سال تعطیل. نه همین دو سال تعطیلات تعطیل دیگه بود. بحث مطرحی به طور کلی در هیچ چیزی نیست. اصلا همه چیز آنلاینه نمیدونم. چون اکثر آدما دیگه کاری هم برای انجام دادن ندارن. یعنی مدرسه که دیگه رو هوا، شغلم رو هوا، همه دیگه تعطیلن تقریبا. اصلا پیک تابستون برای وقتی که مدرسه میرفتی دیگه که 3 ماه اوج تابستون لذتش واقعا همون. الان همون میوه و ببین هوا و مثلا ایناست همون دیگه. نکتهش وقتی تابستون حال میداد که تو رو مثلا تا ته خرداد داشتی امتحان میدادی تا مثلا 29 اسفند مثلا کشوندنت مدرسه و اینجوری که تابستون. آره و قبول میشدی الان مثلا میدی دیگه شهریوری نشدی بازم اصلا تعطیل هر کاری خواستی خیلی کردی حس دیگه. خوبه. تعطیلات پیش فصل بازیای تدارکاتی تا برسی به مدرسه دوباره سال بعد. آره شهریور الان خیلی ناراحت کننده است. آره و شهریور. اون میدونی یه جایی بود یادم خیلی ناراحت کننده بود، جایی که اول ما تا چند سال پیش اوایل بهار چیز میکردیم، ساعت و یه ساعت میدادیم جلو میدادیم عقب. من یادم شهریورا یه ساعت اینو میدادیم جلو، یعنی مثلا اگر ساعت الان 12 بود یهو میشد 1. اینجوری که اون یه ساعت خیلی به من فشار و تو می‌آورد. نمیتونستی تو کمتر میخوابیدی اون شب. آره، یعنی تو آماده بودی که مثلا 7 ساعت بخوای ولی 6 بعد تو ساعت. این مثلا هوا فضا این همه آدم دنبال اینن که مثلا کاری بکنن، رشد بکنن، فلان بکنن، یوتیوب شروع بکنن، فن یاد بگیرن، فلان بکنن، اینجوری که گرم جنگ سرمایه گذاری به بنگ چی شد یه چیزی کرد برک برک شدم. شما فهمیدی؟ فشار کلی که بر آها. جوان ها هست رو دارم منشن. آه. به من ایراد میگیره تو اینجوری میوه‌ای داری هم حرف که می‌زنی. داشتیم ما گفتیم واقعا این چیز لوکسی شده ها. قبلا من یادم مثلا همیشه توی یخچال خونه همه پر میوه و گیلاسی 2 کیلو آقا گیلاس بخر، داری شب میام مثلا 3 تا هندونه بخر، 2 تا خربزه بخر. واقعا ملت من می‌خریدن. امسال واقعا با بودجه بندی چاقال بادوم خریدم. چاقال بادوم من چند سال نخوردم. تنها چیزی که بوده تو زندگی خودم بود. چاقال بادوم تو زندگی ما هم اینطور. گوجه سبز ولی خدا رو شکر کسی گوجه سبز سبز با هم خوردیم یه شب اومدی خونه همون محسن. بوده. آره و خوردن و اصلا یه مثلا یه کاسه خیلی بزرگ. جونشون. نه من می‌خواستم بخورم نوش جونشون که بعد یه دونه واسه منم من می‌ذاشتیم. سوال پرسیدم گفتم چرا اینقدر خوشمزه است، اینجوری که لیمو هم ریختم نمک هم داره. خیلی خوب بود واقعا، خیلی حواسی خوشمزه خوشمزه بودون. ولی کلا تابستون و تعطیلات به معنی تعطیلاتش مال پسر بچه‌هاست، مرد تعطیلات مرد نداره. تعطیلات نداره. خیلی دوست داشتم باید مخالفت بکنم. بابا اینو یه زمانی هی بابای من میگفت و تو اون بازه یک متوجهش نمیشین شکلی بود که الان تابستونه، تو مثلا منتظر تابستونی دو اینا تا یه سنی میفهمیش. آره. بعدش دیگه برات فرقی نمیکنه، تابستون، پاییز، زمستون همش یکیه. و همش بده. از یه الان جایی به همونه. بعدم همش گرمه. آره الان دیگه پیکشیم، داریم میریم توی مرداد. که لذت الان ببرم. قشنگ اینجوریه که از اول بهار تا آخر پاییز گرمه دیگه. باز امسال اوکی تر بود. امسال به نسبت سالهای قبل فکر میکنم گرما دیرتر شروع شد ولی وقتی شروع شد اروپا مثل این که خیلی گرمه. زد آدمایی دارن بالا. میمیرن. دیدی چقدر دارن می‌میرن. مسخرشون میکنن؟ تو توییتر دارن مسخرشون آره. میکنن ها. گرفتن روشون سنگین. آخه اروپایی‌ها حقشونه الان واقعا. اروپایی رفتن آمریکا به خاطر جام جهانی و اینا، بعد میبینن که همه جا مثل که کولر و AC AC و مثلا هست. اینا هست. اینکه جونشون از دست میدن حقشون نیست ولی این آها روش جدی مسخره میمیرن واقعا آره. خاطر گرم. یه سری آدم از گرما توی دارن فرانسه فکر کنم 9 نفر مردن سر گرما، یا توی انگلیس یا فرانسه. توی انگلیس آخه قوانینشون هم خیلی عجیب غریبه. یعنی تو انگلیس برای حفظ محیط زیست اعلام کردن که کولرهایی که AC داره باید حذف بشه. کولرهای گازی رو دارن جمع میکنن و به مردم گفتن که هنوز به اون لولی نرسیدیم که از AC یا کولر گازی استفاده شه، الان از فن و باز کردن پنجره استفاده کنید. و دقیقاً تامنیل ویدیو رو الان دارید میبینید، اون یارو که داره میسوزه الان اونا مثلا الان نمیخوام، الان خیلی‌ها میان میگن ما خوبیم. نه اصلا به اونا کاری ندارم.
اون بحث کناره، داریم یک صحبت عمومیه. لطفاً اذیته. حمله نکنید لطفاً. اونا آره انسانن، تو هم انسانی، تو ایران سالهاست داری اینجوری زندگی میکنی، اونا با یه سال اینجوری شدن دارن میمیرن. نه ما تو این موضوع واقعا کولر و اینا اوکی بودیم همیشه. من آره تا حالا داشتیم اینجوری همیشه. همچین آخه دغدغه‌ای ما نه بابا باید پارسال که داشتیم. برقمون 600 وسط 600 میرفتم جزء همچین بزرگترین صادرکننده‌های نفت جهان، جزء بزرگترین معادن نفتی، گاز و نمیدونم نفت و همه چی جهان رو داریم دیگه. آره، ما که نباید آره گرما داریم. بکشیم دیگه. ولی داریم زندگی حالا. ها. پارسال که برقمون میرفت حالا حداقل واقعاً یه جایی نبود. اثرش رو دیدیم واقعا دیگه. مثلا میشه همچین آخه نه، مسئله من که خواستم انرژی یه نکته‌ای ارزونه رو تو اشاره ایران. کنم این که اوکی. البته من اصلا جنوب کشور نمیدونم چه جوریه. حرفت گفتم 12 میلیون پول قبض آب دادم برای یعنی ساختمون تو دادی. همسایه‌ها. آره مدیر خب اینو ساختمون بگو هم دیگه. هست دیگه. آقای وفایی. آخه مثلا همین قبض رو من پارسال میدادم مثلا 2.5 3 تومن، چقدر زیاد این سری 12 و 500 کولر 600 آبی ان دادم. خب کولر آبی لوله کلاً هم ترکیده شاید نه، خبر نه، نداری. نه مثل که کلا نرخ مدیر آب ساختمون ترک 3-4 برابر شده. مدیر ساختمون نشتی داره بازم. کمرش شکسته. من میخواستم اینو بگم که حالا بحث گرماه، من جنوب کشور نمیدونم چه جوریه ولی توی توییتر دیدم مثلا میگفتن بابا جنوب دماش چند برابر اروپاست، شما چقدر سوسولید که مثلا مردید. درست میگن آخه. من- تو بچهای آره جنوب بچه جنوب واقعاً. نمیدونم واقعا شما دمتون چه گرم. چون جوری. این بحث ایسی فکر کنم تو جنوب هم مطرحه. هست نه ایسی دارن، اگر ایسی نداشته باشن که اصلا غیر قابل سکونت هم میشه. بندر عباس و اون جزیره های ببین، اونوری و اینا همه سالها ایسی پیش دارن. زمانی که من تو دبیرستان چین بودیم یکی از بچه از ماهشهر اومده بود و یادم تعریف میکرد، میگفتش ما توی ماهشهر اگر بخوایم تو طول روز بریم بیرون، من پنجره رو باز میکنم دستمو میبرم بیرون و میفهمم چقدر گرمه و میگم الان اصلا وقتش نیست که بریم و پنجره رو میبندم و کنسل میشه. این میگفت ما با اینو تستش میکنیم میبینیم خیلی گرمه، میبندیم و اون روز لنگه و اینا کنسله. یعنی اونا همه ایسی دارن. باید داشته باشن. اصلا اون کولر قدیمی ها هستن جنوبن، مثلا یه پشت دارن از تو دیوار اومدن فکر کردم مثلا جاهای اونجوری ندارن. نه واقعا غیر قابل زندگی میشه. چی شد؟ ولی میدونستید که قسمت‌های زیادی از هرمزگان حتی بندر عباس گاز کشی ندارن؟ آره چیز آره. میگیرن. آب کشی هم خیلی جاها ندارن اونجا. آب کشی که آب نمیگن. آبکش به نظرم محصولیه که به سادگی تولید میشه و احتمالاً به همه جا رسیده. آبکش. آره متاسفانه گل شدم یه ذره. اصلا این خیلی بده که حالا نمیدونم برنجا همه کته هست. شمال نرسیده خوب شد. ببین اگه مردم ایران دارن تو تهران مثلا 50 درجه سختی زندگی میکنن، بچهای جنوب دارن 100 درجه. برنجا همه سختی کته زندگی سا، می‌کنن. پلوها کته نیست. برنجا عزیزم کته. برنجت میذاری کته ببین. میکنی پلو میشه بحث دیگه. برنج و پلو دوباره و هیچ چیز شد بلوتت شد. بلوتت شدم. آره بچه بلوتد نشید خواهش میکنم ازتون. تحت هیچ حالتی هیچ وقت بلوتد نباشید. آقا ولی من بلوتتون کلا کنترل تابستون فنم خدایی. منم تابستون فنا دستا بالا. من تابستون دوست دو دارم. نفر گرم. بچه پشت صحنه. شیش تا. از 4 نفر 2 زمستون نفر. فنا. خیلی دلگیره زمستون. تو گفتی تابستون بود. البته دو تا دست فکر به نظرم یه مفهومی که خیلی بهش توجه نمیشه اینه که آفتاب شما قدرشو نمیدونی. نه درخت سرسبزی اصلا آقا میری بیرون. آفتابی که میزنه پوست تو مثلا برو 30 زیر- درجه برو زیر میسوزونه، آفتاب سرطان وایسا. پوست میگیر. برو زیرا برو تو چقدر میخوای سایه زندگی وایسا. کنی؟ بس کن پیر سگ میمیری تاش دیگه. 70 سال 80 سال 100 سال مردی. بعد تو کی میخوای زنده بمونی؟ اینا رو کسی با بگه. خاری و خفت میخوای چرا داری سر ما خالی میکنی؟ با خاری و خفت میخوای رکورد زندگی کنی؟ کرده برو از بود. زندگی لذت ببر. آفتاب میخوره به پوستت، حالت خوب میشه، اصلا انرژی ویتامین میگیری. دی. میدونم. ویتامین دی که حالا هیچ چرا؟ کاری آره نمی‌کنه. واقعا. ولی اصلا یه بنده خدایی یه مرد بسیار باهوشی یه بار به من گفتش که تو از در خونه صبح که میری بیرون تازه روزت شروع میشه آفتاب میخوره به ساحل. گفت چه گفت یه مرد مرد خردمند. باهوش. آخه میگن آقای دختر وانس خواست یکم اعتبار بده به حرف. مسئله اینجوری بود انگلیسی رو که با این شروع میکنن، میگن once one wise man said. آره اینو میگن. نمیفهم اصلا نمیفهم. من تو آفتاب اشتباه، خوبه. من به نظرم اشتباه میکنی. آقا تو زمستون چیزی که حال میده اینه که مثلا بیرون داره برف میاد، تو زیر پتویی یه گرمایی داری. تو تابستون هم خنکی در گرما حال میده، نوشیدنی خنک، زیر سایه وایسی باد بشینی بهت بری بخوره، استخر. آفتاب اصلا شما مثلا استخر. 1-2 ساعت برو بیرون، مثلا بدو نمیدونم برو کوه نمیدونم طبیعت گردی میکنی، آره. بعدش میرسی به مثلا
به چیز آبادی میری یه سوپرمارکت یه دونه آبادی کجا داری این آره، کارا گفتم رو تو کوه می‌کنی؟ دیگه تو روتین کوهی ماست دیگه هر هفته انجام آره you know bro میریسی به یه دونه چیز منظور از برا سوتی هم بود بیشتر. چون تحت هیچ حالتی این کلمه با اون معنی کار نمیکرد. برو BRA برو نه با لاتی گفتم. یه لحظه اجازه بدید، یه لحظه ببخشید. الو سلام، چطوری؟ سلام رضا، چطوری؟ نه اوکی. خوبی قربونت، کجایی؟ ما رفتیم خونه. جدی؟ آره دیگه ضبط تمام شد. اوه دم، اوکی باش. خب نمیای؟ کجا؟ استدیو دیگه. من نمیگی رفتیم خونه. نه بیاد ضبطیم. حل باشه، من 9 دقیقه دیگه میرسم. 9 دقیقه دیگه؟ آره. از همین الان 9 دقیقه رو شما حساب کنید ببینید 9 دقیقه دیگه میرسه یا نه. عمرن 9 دقیقه دیگه 14 دقیقه است. آره الان تایمر ویدیو رو دارید میبینید آره. دیگه 9 دقیقه دیگه. مثلا آره. داوود یه تایمر از الان این بالا بذار 9 دقیقه دوستان شروع همه بشه. حواستون باشه چیزی نگید. اگه برای موقع اولین بار در آره. زندگی سر 9 دقیقه بیاد خیلی بد شد. آره اب نداره آره. همین یه الان جوری بشه. حرف بزنید که مجبور نشیم کات کنیم. نه کات نیست. سانسوره. خوبه. سانسور. چیز بدی نگفت. چیز بدی گفت یعنی منظورم کات شدنی نبود. بگذریم. کدوممون قسمت مورد علاقمون از آها. تابستون تو رو آبادی بگیم؟ میرسی به یه آبادی یه سوپرمارکت مارکت یه پیرمرد خسته‌ای داره مثلا در مغازه‌شو به زور داده بالا گرمشه پنکه داره مثلا بهش یه بادی میزنه و اینا میری میگی عمو مثلا یه آبی داری به ما بده بخوریم بعد پیرمرد داشتم الان دیگه نمیتونم. چکیت 10 سالیه دیگه دیگه نمیتونم. میکنه که میگه وایسا بعد میره تو اون یخچاله یهو یه دونه مثلا آب خنک تگری برمی‌داره میاره میده بهت اون لذتی که تو این در رو باز میکنی میری بالا اون لذت رو با چی میتونی مقایسه کنی توی چیزی که زمستون آقا واقعا لذت بخشه. مواد تو زمستون همه فصلا هر روز چای تریاک که یه بحثه. ما هیچ وقت منبع آموزش نبودیم. جدای از اون این رو- شما اگه یک بار همچین دارم تجربه میگم. داشته باشی میدونی تو هیچ آبادی اون پیرمرد آب خنک در یخچال نداره. چرا من طبق یه چیز تجربه گرمی واقعی میدن خودم همیشه. دارم میگم جدی طبق تجربه واقعی خودم گفتم تو کدوم آبادی بود؟ یه جا بذارید بود من سمت اول اون حرفی فیروزکوه که بود، ما زدم رو یه می‌رفتیم. لحظه چیز کنم یه توضیح بدم. شوخی بود میگذاریم. آره نه واقعا شوخی واقعا بود ما اصلا من اینو در ویدیوم هم عرض کردم. از شما نظر اجازه پرسیدم بده. نه چیز نکنید دیگه ببخشید. اشکال نداره. بگو سینا جان. درسته اوکی. چای در زمستون ببین خوبه. نه اصلا گرما اون مقابل در شرایطی که یک تابستونیه که آفتاب میزنه خوبه، آفتاب خوبیه، مثلا همه چیز آفتاب ملایم، نه آفتاب تهران، نه آفتاب ایران، یعنی این آفتابی که مثلا ببین تو مثلا تو فکر پوستتو کردی میبری تو آفتاب مثلا ایتالیا الان آفتاب نه متفاوتیه اونجا خیلی ببین، بدتره به الان. واسطه خیلی گرمایش بدتره. جهانی نه، اصلا و سوراخ‌تر ببین، شدن تو که لایه هیچی. اوزون نه اون که حل شده ولی زمینم گرم شده. هوا میدونی که خیلی اوزون داره یه گرم. ذره بهبود پیدا خیلی کرده نه خیلی داره گرم‌تر. نه، تو بهتر تو شده. دیتات کجاست؟ تو دیتات کن. منبعت کجاست؟ تو من منبع من این بالاست. من با قشنگ وقتی سینا با دیتا صحبت میکنه اونجا جاییه که ما باید میفهمیم. شک کنی. آره. اونجا جاییه که تو باید شک کنی. ولی آقا هم زمستون خوبه هم تابستون خوبه، ولی تابستون ملایم، نه تابستونی که اصلا ملایم چی از نظرت؟ آفتاب کمتر یه سوزناک. لحظه وایسا شما در این شهر پای کوه داری زندگی میکنی دیگه کوه زیاد و فلان و اینا حالا ما داریم پایین ماینش زندگی میکنیم من که اسلام شهرم هیچ نزدیکی با کوه نداریم. شهر کوه پایه هستی منظورمو بگیر دیگه بله اونی که مثلا اون بالا اون مثلا از یه جایی به بالاتر زندگی میکنن برف زیاد میاد مثلا یه بازی زمانی چند روزه این برف کلا زندگیشون رو مختل میکنه یا اونایی که مثلا شما توی شهرهای کوهستانی زندگی میکنن چه میدونم کردستان و مثلا سمت شمال غربی کشور و اینا اون مثلا اونها یه بازی زمانی 15 روزه 20 روزه یه ماهه دارن که برف امونشون رو میبره خب اوکی پس زمستون هم یه همچین شرایطی داره که انقدر اذیتت کنه که از خونه بهتره که از خونه نری بیرون بله. الان هم همینه تابستون هم ولی یه تایمایی داره که بهتره از خونه نری بیرون ولی وقتی از خونه میری بیرون استقبالش کن بغلش کن هوا رو گرما رو میتونی بغلش کنی میتونی بری با یه آب خنک مثلا یه عموی یه کناری وایساده داره مثلا با ملاقه بهت چیز میده پری ماچش کن. نه با ملاقه مثلا داره واسه شربت درست کرده با ملاقه میریزه تو لیوان بهت میده میخوری اونو بخور 100 اگه شب نرفتی سالشی ولی اون تمام لحظه اینا رو محسن گفت. دیگه الان سال ولی اون لحظه انقدر حال میده یه عمویی
ولی اون لحظه انقدر حال میده، انقدر بهت میچسبه. من یه بار مثلا اینجوری داشتم میرفتم، یه لحظه دیدم یه دونه عمویی پشت وانتش داره چیز میفروشه، فالوده میفروشه. اصلا دلم خواست بزنم بغل ازش فالوده بگیرم. انقدر چسبید پسر، انقدر چسبید. بحثم رفته بودم می‌خواستم برام قم دنبال حالت مامانم. بد شد یا نه؟ جاده نه واقعا. ببین میگم اگر لوس باشی ممکنه مثلا اینجوری که وای نه مثلا اینا این چقدر کثیف مگس مثلا دور یخش جمع شد. به اصلا عشق کن بابا، با زندگیت حال کن. میدونی سینا دوست داره اینو بفهمه ها، ولی دماسنج بدنش بهش اجازه نمیده. سینا کسیه که 22 درجه میشه 23 درجه یه قطره از اینجا میاد یه پایین، قطره نیست، قشنگ نیمه است، ذوب میشه کاملا. یعنی اگر گرمایی هستی تابستون واقعا جهنمه آره برات. نکتهش خیلی اینه بده. که اصلا سینا همون راه رفتن و مثلا اینکه تو بری تو طبیعت و اینا، سینا هلاک میشه. سینا هیچی تو اون حالت، سینا میمیره توی اون پروسه اون فعالیت بدنی. مرکن استقامت آدم خیلی بالاست، ولی آره واقعا استقامتش خیلی بالاست. زمستون من میدوام عین شطور میمونی. قربونت بشم. تو شطور تو زمستون گرمی مثلا داریم. فوتبال بازی می‌کردیم میدویم، بچه‌ها یادم یه بار ویدیو بخار هم گرفتیم، می‌زدی، بخار آره. از کلم بلند. آره بخار ازش آره عالی بود. آدم هاتی هستی خیلی در کل. زیادی قربونت حال. بشم. آره. ولی من یه مشکلی که با تابستون دارم اینه هزینه‌هاش خیلی بیشتر میشه. چطور؟ یعنی شما بنزین 2 برابر میشه. برای من الان همینه. نه. می‌ذاری آره. کنار. بیخیا شما به داری ماشین نمی‌زنی. اون وابسته. حجم نه فکر کنم ترافیک آره. شما نه، دو نه، نه. برابر پوله. و بنزین آره، بزنید. آره. ولی حجم ترافیک که تو زمستون تجربه، یه بارون مثل 2 قطره آره بارون واقعا میزنه، 2 قشنگ قطره. اشک تو اون در اوکی. میاره. اون آره اونو میفهمم. نه، اصلا دقیقاً. زندگی از مثلا تقریبا بهمن به این ور واسه من سخت میشه. حالا دلایل متعددی داره ولی تولد ساحل مثلا هزینه ها به هر حال میره بالا واسم دیگه. شاید. ولی مثلا بهمن اسفند اون حجم ترافیکی که توی خیابونه واقعا هیچ جا نمیتونی. اصلا نمیتونی راه بعد بری. آلودگی واقعا. هم بیشتره توی زمستون، نمیدونم آره. کلا آلودگی وارونگی وارونگی هوا. هوا دیگه. الان اگر فهمیدم درس چرا. خونده بودی الان چون فهمیدم. مبحثیه که تقریبا تو 3 دوره تکرار میشه. کجا میگفتن؟ دبستان علوم. راهنمای دبیرستان. یه بارم نگفتن. وارونگی وارونگی هوا رو تا هوا حالا رو نشین. داری ببین. جدی میگی جدی اینو؟ نشینم. هوا سرد میشه. جدی یکی نمیدونم. از سینا پیدا کردیم که حتی میتونیم در رابطه با موضوعات عمومی‌تری علمی. من اصلا اینو صحبت کنیم. نمیدونستم توی مدرسه مثلا اصلا دوره شنیده بودی ابتدایی. وارونگی هوا رو تا حالا؟ شنیده بودم، فکر نمیدونستم می‌کردی چیه. چرا آلودگی هوا زمستون بیشتره؟ میکروفون اینجا؟ چرا فکر اوکی صدای من بودا. که میرسه. آره. فکر می‌کنی چرا آلودگی هوا زمستون بیشتره؟ همون فکر می‌کردم مثلا زمستون میشه هوا آلوده میشه دیگه. چرا نمی‌رسه خب سال. دلیلش چیه؟ نمیدونستی دلیلش وارونگی هوا بوده گفت. دیگه. یه دقیقه پیش نمی‌دونستم. گفت نمیدونستم. بچه‌ها از پشت برای سر آخه- من اینجوری می‌کنن. آره نه منظورش اینه که کار من داره. اصلا فکر می‌کردی هوا لج میکنه وارونه میکنه خودش. نه من رو حس می‌کردم مثلا. زمستونا خب ببین مثلا همچین پس یه سال نه یه سال خیلی هیچ راه فراری نداری. یه فکری می‌کردم نه جدی. یه دقیقه جنبش وایسا. مولکولی میدونی چیه؟ همچین چیزی رو من فکر می‌کردم آدم‌ها اگه ندونن میرن سرچ می‌کنن. تو چرا برات سوال نشد بری سرچ کنی؟ چرا؟ ولی اینجوری جنبش بودن ها. که توی زمستونا مثلا مردم بیشتر میرن سر کار و مدارس هم بازه. آها فکر اون کردی تایمی که که مردم میرن مثلا سر کار رو فکر میرن کردی چون دنبال ماشینا بچه‌ها. بیشتره آلودگی هوا بیشتره. آره فکر می‌کنم صرفا برای کار و ایناست. نمیدونست. نه میگم خودم چیزی که ندانستن نمی‌دونم، اب سرچ نیست. نمی‌کنم. ایول. همین برام این سوال بود الان آخه. به کجا رسیدی؟ که نه میدونسته آها. فکری می‌کرده. نه من دوست دارم تجربه زیستی مثلا اینجا یاد میگرفتم. الان یاد نقطه گرفتی. برسم رو یاد. ببین الان دیگه ببین با- همین ببین درست. ببین لوکوموتیو بالاخره میتونه یه چیز آموزنده آموزنده هم باشه. داشته دیدی؟ دیگه. شما یه روزی سوار دیدی یا نه؟ قطاری میشی یه چیزی یاد میگیری. بچه‌های اول دبستان. ولی یه چیزی که من خیلی بهش در اعتراض حالی که دارم. همش داره ازشون کم میشه با دیدن. خیلی اعتراض دارم بهش. چی؟ قیمت قهوه است. کلا وارد دیگه است نمیصرفه. و وقتی شما میرید آیس یک چیز رو میگیرید که یخ داره، معمولا نصف اون لیوان یخه و شما به اندازه نصف گرمش دارید قهوه میگیرید یا هر نوشیدنی دیگه که دارید سردش رو میگیرید و با همون قیمت بهتون میدونی رسید. که بعد تو قهوهش گرونتره. میدونی که قهوهش ثابته، میزان قهوهش تغییر نمیکنه. دیگه آره یه شات. لیوان آبش لیوانشون بزرگتر نیست. نه نه لیوان قهوه گرم 140 میده، لیوان قهوه سرد 220. نه به هر بعضی حال جاها همه یک بعضی چیزی جا رو یه یاد اندازه می‌گیرن. است. استادی الو الو سینا چقدر از ضبط مونده؟ ما هستیم فعلا. چطور؟ اوکی من مپم جایی که هستم و الکی زده 10 دقیقه قفل کاملا. آها همیشه حله. رضا همیشه برو همینه. نیم ساعت دیگه تمومیم. سال میگه نیم ساعت دیگه تمامیم. اوکی اگه رسیدم میام، فقط تموم کردید داشتید میرفتید بگید، چون من انیوی دارم میام سمت استودیو ولی نمیدونم چقدر دیگه برسم. هر جور حله راحتی. بیا تو هر موقع رسیدی بیا. باش حله مراقبت. فعلا قربونت. فدات شم. خدا خدافظ.
در حالی که جوان مردان خب داوود نشسته تایمر و رو همین آشنا داره. در حالی که اون وره دیدی خیلی وقت تایمر پیش هم میاد یعنی حتی کنسل شد. نمیاد از اون تایمر رو بور بکنه. تایمر رو پاک میکنه. میدونست تایم میگیریم دیگه ما رو هم ما آره نمی‌شناسیم. فهمیده سر ضبط فکر کرده یه قدم آره اینجوری بوده بیگ برین موو. دید بله جونیوس. در میاد تو گولمون زده. ولی اگر این اتفاق افتاد ولی یه چیزی تو زمستون خیلی خیلی بالاتره. چی؟ خوش لباس بودن توش آره. خیلی راحت تر و اصلا خیلی البته استایل من خیلی نه قشنگ من واقعا نه من راجع به خودم کلا آدما شما میتونن نه خوش اگر یک لباس آدم تر سرمایی باشی خیر چون تو هر چیزی که گرمت کنه رو میپوشی و انقدر میپوشی تا گرم شی و به استایل هیچ اهمیتی دیگه منم نمیدی با سوال از خیلی اینجا به بعد. موافقم چون زمستون شده مثلا یه لباس خوشگل پوشیدم ولی رفتم بیرون یخ زدم و مردم 2 هفته مریض به شدم. خاطر اینکه شما آره. آدمای هاتی نیستین بای دیفالت. نه خب نه آره دیگه من یا آدم هاتی. مثلا من مجبورم 3 تا شلوار از زیر شلوارم بپوشم بعد خب نمیتونم شلواری که میخوام بپوشم یا مجبورم 3 تا لباس از زیر بپوشم بعد اون لباسه که میپوشم بعدشون روی یکی میپوشم با فرق داشته باشه مثلا اگه بخوام یه کت خیلی خوشگل بپوشم دیگه تو تنم خوشگله چون من اینجوری ام تو زمستون میدونی ببین تجربت اگر مثلا لول بالای تجربه زمستون باشی یه سری لباس داری که اونا رو مثلا 2 لایه از زیر همیشه داری اونا رو بپوشی بعد دیگه پوشیدن لباسای خوشگلت ساده تر. زیر لباسای سازی خوشگل آخه چیه مثلا تو تابستون چی میپوشی که خوشگله؟ همون رو میتونی من تابستون نه دیگه من اگر مثلا اینو لباس میتونم کافی از زیر- بپوشم زمستون آره نه نمیتونم لباس بپوشم. کافی از زیرش بپوش. لباس کافی از زیر این بپوشم خیلی لباس چایی بپوش اگه بپوش. کافی نمیتونی بپوشی. با امروز خیلی تی سلیقه هستم هم بچه‌ها من امروز خیلی تی شب. هستم خلاصه بحث شما- سلیقه هم هست. مثلا میگم شما هیچ کدومتون موقع خوشتیپ نیستین تو زمستون اما من تابستون گفتم که خوشتیپ بحث تری سلیقه ما هم داریم هست. راجع به آره. ویژوالی که میبینیم صحبت میکنیم. معمولا آقایون و خانوما توی زمستون خوش‌تیپ‌تر و خوش لباس‌تر. آره شامل من آره نمیشه تیپ‌های آره. البته بازم بستگی داره نمیدونم ولی منم تو ذهنم چرا همیشه ریتم تیپ‌های این وسط؟ زمستونی رسمی‌تر و زیباتر بودن. ما رو زد. دلیلی آره. نداشت واقعا. اب آخه نداره. داشتید با مخالفت آها. می‌کردید ورزش‌های تابستونی خیلی حال میده چه ورزشی استخر؟ استخر. خیلی استخر تو زمستون اصلا خیلی هر ورزشی تو پیاده روی تابستون حال مثلا. میده. نه استخر سرباز توی تابستون مثلا خیلی حال میده خیلی بری حال آفتاب میده. بگیری بعد تن نوشیدنی کنی. خنک بخوری اصلا آفتاب گرفتن کلا بچه‌ها من خیلی آفتاب گرفتن رو به همه پیشنهاد میکنم اگه آفتاب نمیگیرین آفتاب بگیرین خیلی انسان خوشحال یه بار امتحان کنین من ماهو گرفتم. برو خدا من ترسیدم یه لحظه. حداقل یک بار امتحان کنین خیلی حال میده آره آفتاب چرا؟ گرفتن فوق العاده است ولی من تجربه ببین نکردم واقعا آفتاب انرژی میده یعنی اگه مثلا تو شرایط خوبش باشی چون وقتی داری آفتاب میگیری اولی که نمیسوزی به خود مثلا این پروداکتای پوستی و اینا میزنی بعد آب کنارته میپری تو آب هر موقع گرمت شد میری نوشیدنی آب میوه خنک می‌خوری. میخوری یعنی هی داری به خود خنک میشی آفتابم میگیری و خوشحالتری خیلی خوشحالتری بعد بهتون قول میدم یه چیزی که من در ویتامین جریانش دی هستم واقعا علمی ویتامین دی باعث میشه تو ولی انسان مثلا اگه ما خوشحال‌تر و 4 تا پرانرژی‌تری پسر باشی. الان پاشیم راضی بریم شدم. آفتاب بگیریم خیلی می‌خواستم بگم برای خانم و استخر آقایون خیلی مردونه متفاوت اصلا تره ربطی نه آقا استخر مردونه هم همینه واقعا آخه نمیدونم مثلا مرده یه ذره کاملا. ذهنشون آخه بسته تو به تره نظرم آره نه. بریم مثلا آفتاب بگیریم یا لپتو میکشن. آقا من دوستای پسری دارم که میرن و هیچ کدوم هیچ استخری شکلی میریم نیست که لپاتون رو نمیکشن بگین ما بریم. انقلاب تو چرا خیلی هر گرونه استخر هنوز رفتی اونقدر لپت؟ پول ندارم. آره من فکر کنم خودم تا حالا دلیلش چیز دیگه استخر شاید دلم سرباز رو خواسته. نمیدونم تجربه نکردم برید اونجوری یه بار شد. برید آقا به رضا هزینه فکر من یه کنم بار چیزی- پاشید برید آقا بریم بریم آقا ما یه بریم. بار چند وقت پیش بود قیمت‌های استخرم چک کردیم دیدیم اینجوری خیلی بودیم که لاکچریه. به صبر کنیم صبر میکنیم و یه نکته پول در آوردیم بعد آقا پارسال تابستون هنوز پول همه دارم. استخرات اکثرا بسته به بودن به خاطر بیابی، آب آره و عملا تابستون مثلا نمی‌شد بی‌معنی حتی اون میشد کار. امسال آره. مثل که حالا صدات تا الان که پر بوده دیگه. در رویاهام ولی واقعا تهش خونه ای رو میبینم که استخر داره من صبح میام بیرون و میرم میپرم تو استخر خیلی حال میده من استخر تو شبم خیلی دوست دارم شب بری- جالبه. آره اصلا یه حس خاصی بهت میده استخر چی گفت؟ چی گفت؟ آره منم موافقم کاملا موافقم. تو هم استخر تو شب موافقی؟ خیلی اصلا کلا استخر در هر حالتی هستم. آره ببین دوست دارم واقعا دوست دارم خونه ایدئالم مثلا تو تهران نباشه واقعا مثلا 100%. همین مثلا لواسونی لس آنجلس. انقدر پولدار بشم که نه اگه مثلا دور و بر خودمون رو بخوایم ببینیم اسلام مثلا یه جای شهر. خوشگله تر و تمیز دور و بر قشنگ، تهران. نزدیک باشه به تهران ولی خب ولی بتونه آب و آدم- هواش بهتر باشه آب و هوایی بهتر و کوهستانی‌تر. انقدر بزرگ باشه که بتونی تو مثلا این استخر فضا رو داشته باشی. فراهم کنی. آره شب رسیدم خونه مثلا اینجوری هم که
یه تنی به آب بزنیم دیگه. تاش شاید بخوام مثلا 10 دقیقه اون تو باشم و یه ذره خوش بگذره و آدم بیاد بیرون دیگه. نکد. ولی این خیلی اصلا خیلی آپشن خوبیه واسه اینکه خونه قبل خواب آدم نه که مثلا استخر مثلا برج باشه خونم مثلا زیر زمینه اون اصلا حال نمیده. برج پرسن اصلا اونجوری حال نمیده. نه دلم من- میخواد برم تو حیاط دارم قدم میزنم مثلا یه نگاهی میکنم یه لیوان نوشیدنی چیزی دارم میخوام برم تو استخر بپرم هوای باز اصلا عشق این کنم بعد بیام. روتین که قبل خواب مثلا بری یه دوشم بگیری خیلی آدمو سر حال میکنه، ولی دقیقاً برای نقطه مقابلشه. مثلا دوست دارم استخر داشته باشم، برم تو استخر آره خیلی حال میده. تازه شم، ان شاء الله انقدر فرشم، پول در بیام. بیاریم که بتونیم این کارو بکنیم دیگه. ان شاء الله حمایت کنید بچه‌ها. آره محسن خونه هممون بتونیم از اون استخر استفاده کنیم. ماجرا در اینه که حال. یه ذره بیشتر کار کنیم میتونم ماشینمو بهتر کنم بود دیگه. دقیقاً همینطوره. میتونه یه چیز بگیره. ما یه بار این کارو کردیم بسته دیگه بار دوم. بگذاریم حالا. ولی تابستون ما که رو با اسنپ داریم میریم میایم. آره اسنپ و ببین من- این تابستون فکر نکردی سینا؟ ولی به چی فکر میکنی؟ من نتیجه خیلی ناراحت کننده در زندگیم رسیدم چی همین الان که فصلا ماها اینا همه بی‌معنی ان. نه اینکه مشکل اصلی ما نه گرماست، نه مشکل اصلی ما آره. بیپولیه واقعا. یعنی اصلا به هر چیزی فکر میکنی تابستونت میتونه پرفکت باشه، زمستونت پرفکت باشه، همه چیز ببین زندگی اینم میتونه فقط هم این نیست. آره ولی درصد تاثیرش مثلا حداقل 60% 50%. خوش ذوقی خودت هم موثره. یعنی اینکه قطعاً پول خیلی تاثیر داره. قبول دارم. تو مثلا به جای اینکه زندگی تو قشنگ‌تر بری می‌کنه. تو خونه ای که جکوزی داره فلان و اینا مثلا بری بپری تو فلان، مثلا میای خونه در خونه باز میکنی مثلا پوسیده میشینی کنار سوسکا تو خونه و مثلا نمیدونم میری هموم اونجا سمپاش مثلا که 4 تا نمی‌تونی. مارمولک دیگه هستن نمیدونم آب کجا زندگی میکنی آب نمیاد. کلبه عموتام به نمیاد تو ذهنمون. سوسکا و مارمولکا تصویرسازی ناراحت کننده با یه سری ذوقای کوچیک که ارزون میتونی زندگی تو خیلی قشنگ. میگم دیگه مثلا یه بستنی همین نوشمک. آفرین واقعا حالا تو میخوای بری 10,000 تومانی نوشبک بدی اینو میشکنی همینجوری میک میزنیم. بحث همون ذوق است. مگه بچه بودیم تابستون ذوقش خوش نوشمک می‌گذشت نبوده. کردیم. اصلا خود ذوق اون خونه رو داشتن خیلی خوبه. اصلا فرض کن به اون خونه الان برسی، بری تو اون آبه یه حس دیگه ای داره تا از اول مثلا پول رو داشته باشی آره. خونه من هم هیچ داشته وقت اینه باشی. که بابا پولدار داشتن رو خیلی درک نکردم. منم تجربه نکردم. من میرم. یعنی حتی بس پولداریش نیست، بس این که پولدار بودی یا نه. بمیریم وای برای اینکه شرمنده‌تون کنم من دیروز سالگرد فوت پدرم بود و من در لوکوموتیو قبلی گفتم که با یک شوخی بدتر برمیگردم. آقا واقعا عذرخواهی میکنم. خیلی هم اتفاقا ناراحتم، روحش خیلی هم شد. حالم بده اصلا بابت این قضیه و هنوزم. اگه بخندین واقعا ناراحت میشم. خدا ولی من بیامرز. پوینت آره. حرفم واقعا اگه با این بخش- مسئله شوخی کنید الان ناراحت میشم. مرد جدی. بزرگی بود. آره. نه، هر شب آره. میاد بخوابم. ولی اینکه بابای پولدار اگه بخندی پامشم میرم. یاد اون چیزا افتادم اون کمدی آره. آی واز بروسلی مالست بابیلی آره. نه، هر شب جدی میاد تو خوابم. چیکار میکنه کارش درسته. ادامه نده. آقای وفانژاد بزرگ کارش درسته. م. خیلی هم آدم نایسیه. بود نه دیگه تو خوابم هست. نبود. به هر خب حال در گذشته آنچه که تو میبینی آینه از گذشته است. دیگه تو خوابم که چیز نیست، تو خوابم هست. آره بچه‌ها. حالا به هر حال من راجع به یه چیزی می‌خواستم در حالی که صحبت کنم. بچه‌های تو خونه الان کاملا عرق شرم دارن محسن نیست. داشت راجع به بابای پولدار صحبت میکرد. خب بله آره ولی مثلا وقتی که خودت به یه چیزی میرسه قطعا ارزشش به قول وحید چیزی که بابای پولدار میگه رو تموم نکردیم. نه ببین قطعا که بابای پولدار داشتن خیلی لذت داره، خیلی من لذت داره. تجربهشو نداشتم. اگه منم داشتم نداشتم. میتونستم راجعش نظر بدم. آره فرضیه که آدما از لحاظ زمانی، یعنی مثلا اینکه نقطه پایانت و نقطه شروع بعضیاست خیلی نکته. یعنی من دلم آخه می‌خواست ببین، نقطه شروعم اونجا اینجوری بود بخوای صادقانه. اینجوری بخوای مقایسه بکنی محل تولدت هم باید ببینی. مثلا بگی من اگه مثلا من همیشه از نوجوانی مثلا پولدار هر جا پولدار باشه پولداره دیگه. آره ولی میگم من از بچه مثلا استیو جابز الگوی زندگیم بود. اینجوری بودم که آقا طرف مثلا توی چرا میخندی؟ نه گفتم طرف مثلا توی وسط سیلیکون ولی مثلا بزرگ شده. طرف مثلا ببین چقدر خوش شانس بوده
پدر و مادر سوریش مثلا اینو ول کردن، این اومده تو آمریکا مثلا واو 1000 تا چرخ خورده، این آدم اینجاست. خودتو دست هم نگی تو هم قم بزرگ توی ولی بود. ولی من مسیرم خب از اون تو با یک ولی بزرگ یک عمای بزرگ، یک عمای بسیار نه نفهمیدی. فهمیدم فهمش میکنم اسکو بدون ولی باش. خب اصلا نمیدونم چی بگم که من شوخی دارم با بخانجاد بزرگ دیگه. درسته. ما تو خواب اوکییم ما. ان شاءالله که امشب بیاد. بله می‌خواستم راجع بنده خدا اصلا بابا. اتفاقا یادم یه بار بچگی خیلی اتفاقی یه صحنه گذر کردم. می‌خواستم از همین عبور کنم. ان شاءالله خب داوود جان این قسمت رو که بریدی کلا. نبر چرا لطفاً ببری؟ شیفت دیلیتش هم بکن خواهش میکنم ازت. نه دیگه وقتی سر شوخی رو نه، باز نه، کردی نه. باید باشه. نه بیاید رو من. آخه مطمئنی به ضرر کیه اگر باشه؟ من نمیدونم. وای تو می‌خواستی یه آره، چیزی من بگی، خواستم خواهش میکنم ازت روز راجع به همین موضوعی که مثلا پول داشتن و بابای پولدار داشتن، کلا بحث پول داشتنه و خود این تابستونه. یه چیزی که الان چند وقت بد رفته توی مخم اینه که الان توی تابستونیم و داریم نزدیک میشیم به مثلا اکران فیلم اسپایدرمن و من اینجوری هم که 26 سالم داره میشه. من اولین اپیزودش که مثلا تام هالند رو انتخاب کردن مثلا 15 سالم بود 16 سالم بود و اینجوری بودم که ایول چقدر حال میده و با ذوق همه رو نگاه میکردم. میبینم الان 26 سالم شده و هنوز مثلا یه تجربه سینمایی نداشتم. مثلا یه بار نتونستم بریم سینما یه فیلمو ببینم، یه فیلمی که مثلا باش هایپ هم اینجوری هم که مثلا باش بزرگ شدم. نه فیلمی که مثلا اینجوری یه فرانچایزی بوده که مثلا بچگی کلی فیلم اومده هایپش بودی و دارم بهش فکر میکنم مثلا همین الان مثلا بخوام اینو تجربه کنم مثلا 200 کم میلیون 30 سالگیم میشه. نه مثلا برم سربازی بتونم مثلا پاسپورت پیاده بگیرم. برسی به ترکیه آره یه 3-4 سالی طول میکشه. قاچاقی بریم ممکنه. نه همین جوش حساب من کنم اولین تجربه سینماییم با ساحل رفتیم ولورین چیز میگم ولورین ددپول 3 رو دیدیم. خیلی تجربه جالبی بود. آره ما بودیم و 2 نفر دیگه، 2 تا دختره آره. دیگه. آخه شما تو تایم اکرانش نرفته بودید؟ ما آخرای اکران ما دیگه مثلا چرا؟ سانس ما آخر اکران بود دیگه اینجوری بودن داشتیم. که اینا دیگه مثلا این 4 نفرام اومدن 4 تا رو بذاریم روی باکس آفیس دیگه این آخری ببندیم دیگه. اینجوری بود ما رفتیم دیدیم. آره ما 2 تا رفتیم و خیلی خسته بودیم مثلا ساعت 4-5 بعد در حالی که مثلا از 7 صبح رو پا بودیم داشتیم راه میرفتیم و اینا رفتیم رسیدیم نشستیم فیلمو دیدیم. ساحل که مثلا 5 دقیقه اول فیلم خوابش بود. میونه کلامت فیلم انگلیسی اوکیه کاملا، با زیرنویس ترکی خیلی سخت تره. یعنی با دوبله ترکی که دیگه نه با دوبله عالی باید ولی باشه. زیرنویس ببین فیلم ترسناک حالا ببخشید با دوبله ترکی دیدی؟ آره دابه. نه من ندیدم. دوبله نه نیست. نه نه دوبله واقعا ترکی مثلا هیولا گلده یه بخاطر همین میگم آره. آره ممنونم. آره ما بودیم و 2 نفری و یه زوج دیگه مثلا 4-5 ردیف بالاتر از ما فیلمو بودن. نگاه که هر دو نمی‌کردن. دختر اونا که بودن. اصلا آره، داشتن اونا فیلمو نگاه نمی‌کردن. اونا همدیگر رو سنگین داشتن خیلی فیلمو نگاه نگاه می‌کردن. نمی‌کردن. کار درستی می‌کردن. سنگ کاغذ که ولی به هر حال آره. داشتن سنگین فیلمو نمیدیدن، هیچ توجهی به فیلم نداشتن. بعد سالن سینما صدا زیاد، بعد ددپول 3 بزن بکش تفنگ فلان، فیلم درستی ولی ما انتخاب داشتیم کردن. صدای تماشا کردن اونا رو میشنیدیم خیلی زیاد. خیلی با هیجان آره نگاه با خیلی با و هیجان تشویق سه- زیاد. البته من تشویق. که نه محسن داشت میشنید. میشنیدم آره. من 5 دقیقه اول خوابیدم فیلم که تموم شد بیدار شد. خوبش فرار ولی واقعا آه، خیلی آسیب میدیدم. شما آسیب نمیدیدین؟ چرا چون همش تو کوچه بودی آره. دیگه. دقیقاً. آره آخه سر زانو زخم. مثلا کلاس تابستون؟ اسکیتی که من میرفتم منم یادم کلاس اسکیت میرفتی؟ آره. جدی راجع به این قبل ما هم صحبت کرده بودیم؟ آره آه. الان تنیسی هم که داری میری رو اگر یادت نیست گفتم یه بار وقتی یاد گرفتید زمین بگیرید بریم. جدی بازی میگی کنیم. واقعا؟ من بلدم ها بیا با هم دیگه دروغ بریم. میگه بابا بریم. دروغ. ساحل محسن ساحل به خدا ساحل. من اینو فکر کنم حتی قبلا هم گفتم من خیلی از ورزش ها رو بلدم منم به همینطور. واسطه اینکه تو بچگی تابستون من دقیقاً با رضا مشترک دیگه این خاطره اصلا قرار شدم یه بار با هم دیگه بریم و فرودگاه مهرآباد
یه قسمتی داره که کلاسای تابستونش برگزار میشد و من یادم از 7 سالگی تا قبل از اینکه بریم چین 14 سالگی اینا من هر سال میرفتم اونجا و صبح تا ظهر 3 تا کلاس ورزشی بود یا 4 تا کلاس ورزشی بود. از یه سالی به بعد ظهر تا بعد از ظهرم 3 تا کلاس آموزشی بود که مثلا من دف اونجا رفتم، گرافیک، نمیدونم خطاطی فلان بیسار، اصلا چیزای رندوم و مختلف. ولی به واسطه اون 3 تا کلاس صبح شنا، نمیدونم والیبال، 5 سال فوتسال مثلا اونجا، اسکیت، تنیس، پینگ پونگ، خیلی حال میده. همه اینا رو در نتیجه من بلدم. ولی مثلا یه اقیانوس با یه بند انگشت میشه. داری چیکار میکنید اون وقت؟ دوست دارن میکنن و اینا. خیلی بیادم. محسن خیلی بیادم. من چیزی بدی آره. نگفتم. آره. خیلی ولی اسکیته یادمه خیلی آسیب دیدگی بود. یعنی مثلا آسیب دیدگی های متعدد. دلم استیک میخواد. استیک خیلی منم دوست دارم. خیلی دلم واقعا چند وقتی گوشت درست حسابی نخوردم. مثل این ترانزیشن ها هستن یهو تو ادیت یارو یه کار میکنه گم میکنی کجایی. الان یهو اون ترانزیشن استیک پختنش هم خیلی حال ولی میده. خیلی کودکی خوبی داشتی. یعنی خیلی خوشحال کننده است که چنین تایمی رو تونستید بگذرونید و ورزش‌های مختلفی رو تجربه کنید. ما تهش این بود بریم پارک که مثلا من واقعا تجربیات این شکلی دارم. بارها ما تو پارک مثلا مشغول بازی کردن آقای گل بودیم و مثلا یه بار واقعا یکی خورد بهم افتادم زمین، پا شدم بهش چرند بگم دیدم چیزه غم دستشو داره اونور دعوا شده. آها یا وسط بازی شما رد شدن؟ آره. مثلا اومدیم اوه دیدیم نه آقا خوب کاری کردی. اسلام شهر منم دقیقاً خیلی مثل سینا مثلا همین تجربه داشتم. مثلا فوتبال بازی می‌کردیم ما بچه، آره تو آسفالت بازی می‌کردیم و اینجوری رندوم یه پسر مثلا با کالج میومدن اکیپ میگفتن فوتبال بزنیم با هم، گفتیم آخشون آره یارم نداشتیم خوشحال می‌شدیم. فوتبال رو بازی می‌کردیم اینا یهو وسطش یکی زنگ می‌زد همونو توپو برمی‌داشتن مثلا میرفتن می‌زدن همون می‌کشتن. من حالا نمی‌کشتن ولی مثلا خون ریزی می‌شد، در این حد دعوا می‌کردن. اصلا همچین محیطی رو تجربه نکردم. نه دخترها که تهران قطعا پارس تجربه بودیم نمی‌کنن. موقع. نه سمت پردیس بودیم. به چی می‌خواستی اما برسی؟ خیلی نایس میرفت. من به چی نمی‌خواستم می‌خواستی برسی؟ نه چیزی آخه سمت خاک سفیدینا هم فکر کنم همچین کالچره آره باشه. دیگه. قطعا. نه اونجا بازی نمی‌کردم، اونجا اعتیاد و بازیشون فرق داره اونجا. یه لیگ دیگه بازی. ما لیگ واقعا بدمینتون متفاوته. سنگین دوچرخه اسکیت دوچرخه بعد تابستونا لاو استوری پیش می اومد، اون پسر همسایه عاشق دختر همسایه میشد. این چیزا نداشتی آره، شما؟ چرا؟ نه. برای ما دکتر بازی بود. دکتر بازی پیش می اومد. عاشق یه نمیشدین دکتر تابستون؟ جدیدی تو کوچه میومد. دختر نمیدیدیم. مگه میشه؟ تو اون فضا هوا فقط پسرا بیرون بودن. نه من محبتمون ما تو مجتمع زندگی می‌کردیم، ما هم تو خیلی مجتمع دختر بودیم. داشتیم آره. و تا یه زمانی تنها پسر مجتمع من بودم. مثلا اشغال. پسر 9 ساله. نه با یه چیز اینجوری بودم، یه چیز لاغر نحیف مثلا هنوزم شورت و شلواری که منظور دیگه. شورت و دقیقاً خوب شورت و بوده شلواری اگر که اون موقع بنتن میپوشیدم میرفتم بیرون و اینجوری بودم که وای چقدر دختر و با هم بازی می‌کردیم. مثلا دوچرخه سواری می‌کردیم، دکتر بازی. اسکیت. نه خاله دکتر بازی. بازی چیز می‌کردم، میرفتم باشون میرقصیدم. همیشه که اینجوری شدی در نهایت. نه بچه بودم اون سمتی شد. پیش نرفته بودم. خیلی فمینین سایدش قویه آره ولی قویه واقعا. خیلی دوستای ببین من دخترم بیشتر بودن تا کنترل پسر. کلامم یه ذره یعنی چیزه ممکنه بد به نظر توهین برسه. آمیزه. آره و اینکه منظوری توهین ندارم. می‌کنی هم یعنی چیز نیست. بی‌اثر من نیست. کمک کنه. آره. نه توهین نه به نظرم نمی‌کنم. خیلی بچگی بیادبی سالمی نمی‌کنم. بوده تا یه سمتی، یه سمتش دیگه رفت مثلا قاطی کامل پسرا و نه واقعا کودکی قشنگیه این قضیه. حالا آره، فارغ از شاید تمام شوخی‌ها و این سایدش داستان‌ها. خوب بود دیگه. وارد راهنمای دبیرستان شدیم خیلی فضا پسرونه شد و خوبم بود. مثلا من همینجور فوتبال رو ادامه داده بودم، همش درگیر فوتبال و دوچرخه سواری بودم. واسه پسرا واقعا ولی فوتبال اون سایده اصلا دیگه چیزه، فقط اصلا چیز نقطه می‌شد. اشتراک بی‌نظیر است. جالب. دوستای دختر دیگه اینجوری نبود بری با اکیپ دوستای دخترت، همه بعد رومون کراش میزدن. برامون خیلی پیش میاد مثلا با اکیپ دختر میرفتیم یا پس فرداش که تو مدرسه چک میزد زیر گوشه با زید من چیکار میکردی اینجوری که بابا این ارای زیده. رفیق بودیم مثلا زمانی که تماشا همه زید مونه. بود. آره با هم صحبت کردیم. نه این دوست دختر من مجتمعی. بوده. بعد یهو تو آره، مدرسه آره. مثلا دعوا میشد، یه اکیپ اون دست یه اکیپ این دست، مثلا چیز میشد، جنگ داخلی میشد، مثلا کاپیتان آمریکا از اون رو پرواز میکرد. من بزرگترین مشکلی که در عجیب اون غریبی. دوران راهنمایی داشتم اینه که من دوست دختر یه سری آدمی بودم که نمیدونستم دوست دخترشونم. این معمولا یعنی بله، مثلا می‌خوام پسرها قابل میرفتن درک. میگفتن اینا اینا هم همینجوری مثلا بودن. ما با هم دیگه اینا هم بازی همینجوری مثلا با من بودن. بدمینتون بازی می‌کردیم، میگفت این دختره دوست دختر منه. و مثلا من مامانم میومد میگفت دوست پسر داری، میگفتم نه.
آقا اون گفته تو دوست دخترش مامان تو کامیونیتی پسر چیکار میکرده؟ اون میرفت به مامانش میگفت این دوست دخترم، به مامان اون میگفت که پسرم میگه دختر تو دوست دختره. آقا محیط کوچیک بوده اون زمان. مجتمع بوده دیگه. ما هم مجتمعی خوبه، داشتیم. خیلی خیلی کودکی قشنگ داشتیم. من در دوران کودکی هر سال یکی از اقواممون یا نزدیکانمون میمرد. جدی واسه با بزرگم میمرد، بعد ما بزرگم میمرد. من آلبوم بچگی محسن رو دیدم کلا لباس سیاه یه بخش زیادی تو تولدهای مختلفش کنن تنه این بچه لباس مشکیه. واقعا ناراحت کننده است، ولی خب به هر حال شده دیگه. دیگه دست ما که امیدوارم نبوده باشه. ببخشید. الو. در واحد رو باز کنید. بعد میگن محسن چرا ناراحته. آره بعد میگن چرا ناراحت نبودی. اصلا تو چهرت مثلا یه معصومیت و غمی هست، مثلا میگم چی دادش تو زندگی منو دیدی. واقعا ناراحت کننده. 35 دقیقه طول کشید از زمانی که رضا زنگ زده بود تا الان بخواد برسه و کنارمون باشه. و این رو ضریب بگید، حالا 9 دقیقه و 35 دقیقه تایمی نیست، ولی فرض کن مثلا بگم من 1 ساعت دیگه اونجا، حالا این 1 ساعت میشه تقریبا 4 ساعت. همیشه همینو میگی، همیشه همینو میگی. خب تهران دیگه. رضا بیاین بشین. بعد من زنگ زدم گفتم نمیرسم. اوکیه. آره اوکیه. زنگ زدم گفتم نمیرسم. آره بعد داره اوکی. یه جا دیگه نشونم میده. اینو زنگ زدم گفتم یا نه. رضا تو اگر تراپی بودی من نشونه‌ای دارم نمیبینم از تراپی. اینقدر کلم از ترافیک، اینقدر کلم کل مدت داره منو تو همت نشون میده، در حالی که من واقعا تو همتم. ولی داره درست نشون میده. بعدش درست نشون میده. بس من فکر میکردم داره درست نشون میده، ولی اون داشت سر همت منو نشون میداد. من ته همت بودم و مجبور شدم دور بزنم برگردم بیام سر همت و همت کامل قفله. متاسفانه تستوسترونت پایینه و آره از مپ استفاده من تو این می‌کنی. قضیه واقعا داغونم. من تو این قضیه واقعا داغونم. آره بیا ما اصلا تلفن رو میذاریم پایین، تو بشین اینجا. نه میخوای رو تلفن بشینی؟ کیک بزن. اینم از رضا رو هم دیدید. امیدوارم که آخر هفته خوبی داشته باشه. یه بار بعد مفصل راجع به کیک و اینا صحبت کنیم. نه بگذاریم از این کیک داستان. ولش کن. میگذاریم. در مورد نه واقعا الان حتی شاید بدتر به نظر برسه، اصلا فراموش کنید. واقعا کیک چیه؟ بعدا بهت خب میگم. بعدا الان اوکی. اینجوری نمیتونم نه. بهت بگم. سینا بی بشین. رضا آره. نظرت در مورد تابستون چیه؟ خیلی همینجا آخر تمام هفته شد. خوبی داشته باشید. خیلی مراقب بگذره خودتون بهتون. باشید. ما نتونستیم کامنت ها رو بخونیم چون داریم این اپیزود رو زودتر ضبط می‌کنیم. میکروفون. قسمت تاپ کامنت های ما باز شده و از اینجا به بعد چون کانال اوایلشه میتونید رقابت راحت‌تری داشته باشید. آخر سال تجلیل ها و تقدیرهای بسیار زیادی از بچه‌هایی که قطعا. کامنت های بله، آره. کی ما گفتیم می‌خواستیم می‌کنیم؟ بکنیم. آره الان دیگه دست خودمونه. الان نمیتونیم دست کامنت ها رو خودمونه. بخونیم الان، ولی توی ادیت که میتونیم بذاریم. آره این کار آره. رو کامنت ها رو تاپ کامنت ها می‌ذاریم توی- میاد، دونیت ها میاد رو صفحه. آره ممنونیم ازتون واقعا. آره. دونیت ما خیلی کمک می‌کنه که اول راه بتونیم سرپا بشیم و کارهای بزرگتری بکنیم. هزینه‌ها خیلی سرسام آوره و خدا تک تک خودت خدافظی برو. خدافظ.